سلام دوستان، من مستر جوکر هستم. این اولین ویدیویی است که از کانال من بیرون میره. این ویدیو خیلی دردناکه برای من، چون مجبورم از اکانتی که این همه سالها روش بودم بیرون برم. تو این ویدیو اومدم که چیزایی که داره رو با هم ببینیم. حالا انشاءالله دفعه بعد اکانت گرفتم اون اکانت هم میبینیم. خب ببینیم هیچ حرفی بریم سراغ بودی، لباس و چیزای دیگه. گان این بالاتنه هاش 11 تا ست مردونه داره و 5 تا زنونه. این از کلاهاشه، ست تونتون سوارم داره. این کلاهاشه، این سته من خیلی دوست داشتم. امیدوارم صاحب جدید اکانت خوشش بیاد. این کلاه بالاتنه رو خیلی دوست دارم، شلوار برزیلی هم خیلی دوست دارم. خب هیچ حرفی ندارم، بذاریم ویدیو رو اکانت رو ببینیم و عشق کنیم. حالا ایشالا صاحب جدیدش هر کار میخواد رو اکانت میکنه. این از موسیقیاش، ماشیناش و موتوراش. این از نمای کل ست و گان و ست و کیف و اینا. حالا بریم معطلی تو سراغ گانا. انفراش رو جام میزنیم. توی بخش جامپی ساکورا رو داشت، خامسون نبری رو داشت، مکتن نمیدونم چندم گردون رو داشت و تامسون لبری. خب این پایین تر شاگون این رو داشت، M10 این رو داشت، اسمم این رو داشت و اینا. یخ آخری تازه باید تک اسمی گرفته بودم اما نشد بازش رو بکنم. خب هیچ حرفی نمیدونم، سریعتر ویدیو رو تموم کنیم چون شاید خیلی ها کار داشته باشن. امیدوارم که تو اکانت جدیدم شما رو ببینم. تا دیدار دیگر بدرود. کل شهر آماده باش، چی پشتم در من نباش، کل شهر آماده باش، چی پشتم در من نباش. هم شو بنه معلوم باوت دشمن